یه دقیقه نزن، جای کارتون دارم. میخوام تکلیف ما جنوبی ها رو با مردمون شهرهای بالا روشن کنم. برای اولین آخرین بار بهتون میگم، ما هر وقت میایم مسافرت از ما نپرسین چجوری گرما رو تحمل میکنین، چون ما اصلا گرما تحمل نمیکنیم. شما اگه دارین میوه میچینین تو دمای 40 درجه عرق از پیشونیتون میریزه، ما اونم نمیریزه. بابا ما همش نشستیم زیر کولر تو دمای 15 و 16 درجه، نیم ساعت هم ما بیرون نمیریم، یا خوابیم یا 4 تا دونه الاف دوره هم جمع شدیم داریم پاسور بازی میکنیم. پلی کن آهنگ دلو خوشگله رو ماما.